شما برادران عزیز این احترام و این منزلت حضرت مولانا میگه که وقت پیدا میکنید که شما در صحبت مردان خدا باشید. استاد ما میگفت مردان خدا خدا نباشند لکن زی خدا جدا نباشند. انشاءالله امشب ما و شما در صحبت مردان خدا بودیم. امشب ما بسیار شب نیکو بود، شب خیر بود. الحمدلله رب العالمین که هرگاه این قاری های محترم ما الوداع به این ماه رحمت میگفتند، هر آینه در قلب های ما و شما یک غمی برای این الوداع پیدا می شود و خدای مهربان این برادرانی که در اینجا سهم خودشان گذاشتند، خدمتگارهایی که در اینجا خدمت کردند، آشپزهایی که در اینجا اینقدر زحمتات کشیدند، خواهر و مادرهایی که برای زیبایی دسترخوان ما چقدر کوشش ها کردند، خداوند دست همه اینها به درد باشد. خدای مهربان محبت و اخلاص شما گفت آیا میدونید که زنی که در پهلوی پیامبر نشسته است، این زن اهل جنت است. میگه وقتی پرسید به چی سبب، گفت الحال من در صحبت چون بودم، این زن کسلی با اصطلاح خود ما شیطان مشت داشته است. میگه نزد پیامبر آمد و گفت که حضرت دعا کن که خداوند مرا شفا دهد. میگه پیامبر گفت که اگر خواهی با همین درد باقی مان، صبر کن، الله مهربان پاداشت میدهد. و اگر بخواهی دعا میکنم انشاءالله خداوند شفا میدهد. گفت که حضرت من در همین درد، در همین بیماری صبر کردن طاقت دارم، پاداش گرفتن انشاءالله امید دارم، ولی وقتی که همین بیماری که میگیرم در زمین که میافتم دامنم بالا میشود، از پروردگارم شرم میکنم. از این خاطر دعا کن که خداوند مرا شفا دهد. برادر عزیز، یک مادر به سبب بلند شدن دامنش در حالت بیماری از خدا شرم میکنه. امروز کمترک احوال خواهرها و زنها و دختراتون رو بینیم. هر کدام ما باید نگه داشته باشیم. ما دعوای دین داریم، ما دعوای اسلامی داریم. ما در کدام دور زمان قرار داشته باشیم نداشته باشیم، حکم خدا در همه زمان یک چیزه. باید خواهرای را ما و شما تربیت کنیم که این دامن دخترای ما رولی کلام میبازه. برادر عزیز، وقتی که گپ درباره ناموس میروه، گپ درباره غیرت میروه، گپ درباره شیر بچه میروه، او از دامن مادرای به دنیا میان که او حیا دارن، شرم دارن. این مادرایی که اگر ترک فرموده خدا کنن، حیا نداشته باشند، بغیر از گوییم که فرزند بی غیرت و بی ناموس دیگر چیزی را به دنیا نمیاد. خداوند قرآن در نساؤکم حرث لکم میگه، این زن ضمیر زمین نمیگه. وقتی زن که ضمیر زمین باشه، کسایی که با زمین سر کار دارید خودتون میدونید که همیشه شما زمینی خوب سراغ دارید. هیچ وقت زمینی که حاصل نداره، یا زمینی که شور زمین باشد، یا زمینی که مقصد در او آب نمیستد، دیگر شما و هیچ وقت خریدار نیستید. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگوید از زنی غر دختری صالح نآید در وجود، از زنی غر غربی آید چون که استادش است. برای همین برادران عزیز و گرامی، در مسئله شرم و حیا هم احتیاط کنیم. خب فردا مثال ما و شما ببینید حدیث پیامبر داریم که تربیت کننده دختری صالحه را پیامبر انگشتای نازنینش خطی اشاره کرد. چقدر ببینید مسافه را ببینید چقدر نزدیکه. همین دو انگشتی که بینش شاید مسافهش 5 سانتی متر یا 6 سانتی متر باشد، حضرت گفت کسی که در دخترش
تربیه دینی را جاری میکند، دختره که با حیا به وایه میرساند، انا همین مسافت برای نزدیک پیشادونکال همراه من در جنت است. برای این بشارت ما و شما دست ندیم. خدا کنه مادرایی که اینجا زحمت کشیدن از زمره مادرای با حیا و با شرم باشند، خدا کنه که از دامن این مادرها فرزندای خوب و فرزندای نیک به وجود بیارند و الله مهربان این گونه محفل ها را باز هم در جمهوری ما، در ملک ما و شما باز هم زیاد بگرداند. زیرا که این محفل ها برادرای عزیز، من چی در بین شما چی در بین مثال برادرایی که در حکومت ها کار میکنند ما گوشزد میکنیم که این محفل های ما یا این واعظای ما یا این داعی های ما کاری ملیسه را میکند، کاری امنیت هم کرده است، کاری پروکراتور هم کرده، همشه ما هم فقط مردم به اخلاق حمیده دعوت میکنیم. دیگر این محفل ما چی داره؟ بچم نماز تا بخوان، بچم از زنا دور باش، از حق مردم خوردن دور باش، از آدم کشی دور باش و دیگر. از این خاطر محفل های ما بجز خیر و بجز نیکی دیگر هیچ چیزی انشاءالله در داخلش ندارد. خدای مهربان این محفل های ما و شما را زیاد گردانه و سبب از بین بردن محفل های فسق و فساد بگردانه و همه آن تمنیات و مقصودهای نیکی که شما دارین الله مهربان با فضل کرمش حاصل بگرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. برادرایی که اینجا بلندگوک هم خدمت کردن، اینجا برادری ما هم ظفر که مادرش از دنیا گذشته است، گفتن در حق من دعا کنند. خدای مهربان همه این برادرایی که گذشته دارن رحمت و مغفرت کند، بیماری ها را شفای کامل کند. مسافرها که بیچاره زنگ میزنن از راههای دوردست، مشکلات ها و عذاب هایی که دارن خدا از بالای سرشان دور بگرداند. برادر این در بلندگوک خدمت کردگی و هر کسی که اینجا سهمشون گذاشتن خدا عزت دنیا و آخرت نصیب کنه. آمین یا رب العالمین. خیر برکت یابین. خیرتون چیه؟ شنجون که ما سوسه بونده رو مکنم و دامکنه میشم. خیلی وقت با بونده دارم. خیلی که بچه های خویشمن بونداد خون باشین هم جمیسین یک باره بونداد خونم میکنیم. یک خونه میکنم یک باره بونداد بخونیم بعد بریم. خدا خواهمش بون تا زمان خیلی پیگون بچه های که یکون عبادت کنم میکنیم یکون هیچ کس نمیره و کی گفتش میره هیچ کس نمیره داری در روزه کلو نمیگیری کدن میگردونم کلا حضرت کلا میگردونم میشه شلویت های شکل خدمت مسجد باید که همه کنه هر شب باید کدن در بهترین پارچه ای زمین است. بچه های پنجیکین تن همین 12 را همیه سختن دادن. خدای مهربان ما را هم عمر دراز ایمان کامل و محبت اخلاصشون به سوی دین خدا باز زیاد کنه و الله مهربان گذشتگانشون رحمت و مغفرت و طاعت و عبادت این ماهشون هم خدا الله اکبر رحمت وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. بسیار اکو وقت را غنیمت یک غنیمت بکن ایرای دست نتینا که یک بوره حضرت یا سوال داشتم عثمان و علی جان همیشه اگون بهترین نشده نه خدا خود چی با همه اینها پیش پروردگار منزلت و مرتبه دارند. عقیده اهل سنت همینه که ما مثال در عقیدمون مثال
аввалин ёри паямбар Абубакри Сиддиқро медонем, баъдан ҳазрати Умарро медонем, баъдан ҳазрати Усмон, баъдан ҳазрати Алӣ. вале гузоштани номи Алӣ мисол пеш ай номи ҳазрати Усмону ё пеш ай номи мисол гӯем ки номи Абубакр ҳам ягон ҷои камбуд хато надорад. ҳамин мисол мо доим мегӯем ки мо дӯстем ба 4 ёри сарваридим. мо ҳамаша дӯст медорем. не ин маъноиро надорад ки мо мисол агар мо мисол ғарази ба ӯ медоштем ба ҳазрати Усмону баъд Алиро мегузоштем анаи хато буд. не ки мо ғараз надорем, мо ҳама инҳоро дӯст медорем. дӯст доштани ҳамаи барои мо воҷиб аст. این کم را اینقدر عبد ثواب عنایت کرده و اسباب سبب نزول سوره مبارکه قدر چندین وجه هستند، چندین جانب و طبق قصه و روایت ها و احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و Akram.